الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله مجريها ومرساها. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحیم. صدق الله العظیم. خدمت همه عزیزان و بزرگواران، شنوندگان عزیز و گرامی رادیو صدای انصار، علاقمندان برنامه مسیر نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه شما عزیزان را به برنامه مسیر نور، درس قرآن عظیم الشان یا تفسیر قرآن عظیم الشان خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون تفسیر استعاذه، تفسیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اشاره نمودیم. حالا بحث ما ارتباط به تفسیر تسمیه هست، تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، این جمله مبارک و این کلمات زیبا در ابتدای هر کاری و عمل خیری باید به زبان جاری باشه. بسم الله الرحمن الرحیم ترجمه اش به طور خلاصه اینه که آغاز می کنم به نام الله که بخشاینده و مهربان هست، به نام او ذاتی که بخشاینده و مهربان هست. در بعضی از روایات آمده هر کاری که بدون بسم الله آغاز بشه و شروع بشه در او خیری نیست، او ابتر هست، او ناقص هست. بسم الله الرحمن الرحیم باید آغاز تمام برنامه های ما باشه. وقتی که به عبادت شروع میکنیم میگیم بسم الله، وقتی به تجارت آغاز میکنیم باید بگیم بسم الله، با موتر بالا میشیم بگیم بسم الله، دکان خود باز میکنیم بگیم بسم الله. به هر کاری که آغاز میکنیم، راه میریم، باید به نام الله گام برداریم. می نشینیم به نام الله بنشینیم، استاده میشیم به نام الله استاده بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر زیادی داره، من به طور خلاصه و فشرده اشاره می کنم. وقتی میگیم بسم الله، این اسمی که اینجا آمده، مراد به این اسم که در ابتدای نام مبارک الله در اینجا ذکر شده، تمام اسماء زیبای پروردگار عالم را چه کار میشه؟ شامل میشه. چون لفظ اسم مفرده و مضافه. وقتی اسم مفرد هست و مضاف هست، پس تمام اسماء زیبای پروردگار عالم را در بر میگیره. معنایش چنین میشه وقتی ما میگیم آغاز میکنیم به نام اللهی که بخشاینده و مهربان هست، وقتی که ما تمام اسماء زیبا را پروردگار عالم را گفتیم در بر میگیره، چنین میشه که میگیم آغاز میکنیم به تمام اسماء زیبای الله سبحانه و تعالی، اسماء حسنای الله سبحانه و تعالی. بسم الله، حرف با در بسم الله علما نظریاتی دارن، بیان میکنن حرف با در بسم الله برای الصاق، برای الصاق، و بعضی برای استعانت گفتن. اگر برای الصاق باشه، برای الصاق، شاید در ذهن
عزیزان بیای الساق چی معنا؟ الساق به معنای پیوستن. اگر حرف با که در بسم الله هست اگر برای الساق باشه، هدف از اینه که اتصال بنده به الله سبحانه و تعالی و روگشتاندن از ماسوای او. اگر با برای استعانت باشه، هدف از آن خواستن مدد هست، تنها از الله سبحانه و تعالی، نه از غیر او. پس تقدیر چنین میشه که بسم الله الرحمن الرحیم استعینوا، یعنی در همه احوال، در همه سختی ها، در همه حوادث به نام الله، الله بخشاینده و مهربان، چه کار میشه؟ مدد بخواهید، کمک بگیرید، نه به نام غیر او. هر کس که میخواه باشه، هر چند از مقربین باشه، به خاطر که استعانت به غیر الله شرکه که قبلا هم در برنامه‌های گذشته روی این موضوع اشاره نمودیم. بعضی از علما با بسم الله الرحمن الرحیم را برای مصاحبت گفتن. پس در این صورت معنایش چنین میشه که متبرکن بسم الله اقرأ، برای حصول تبرک به نام الله سبحانه و تعالی میخوانم. شکی نیست که قرائت مقرون به تبرک مخصوص اسم اوست، در این شکی نیست. و در این وقت اشاره به این مطلب میشه که برکت خاص در اسم ذات اقدس الهی بوده و تنها اوست که در اشیا برکت ایجاد میکنه. همین بی بسم الله، حرف بی ما رو متوجه میسازه. بنابراین همین قولی که بیان شد در بسم الله، وقتی که میگیم بسم الله، رد بر کسانیه که اونها به قصد حصول برکت به مزارات اولیا میرن، به مزارات ائمه میرن و یا با خود نظر میبرن و کوشش میکنن که در مالشان، در جانشان برکت حاصل بشه، به کنار قبر فلانی، به زیارت فلانی، به فلان درخت، به فلان چوب، به فلان و فلان، در حالی که این عمل آنان چیه؟ شرکه. چون استعانت به غیر از الله شرکه. هر مسلمانی وقتی میگه بسم الله، وقتی به نام الله آغاز میکنه، دیگه جایی نمیره که سرخم بکنه، دیگه جایی نمیره که طلب شفا بکنه، دیگه جایی نمیره که استعانت بجویه، کمک بجویه، استغاثه کنه، فریاد بزنه، کمک بخواهه. چون او گفته بسم الله، به نام الله، به نام او ذاتی که دارای همه صفات زیبا هست. اوست که میگه آغاز میکنم به جمیع اسماء زیبای پروردگار عالم. به همینه که الله سبحانه تعالی در سوره اعراف آیه 54 میفرمایه الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. آگاه باشید، برای اوست آفرینش و فرمان روایی. له الخلق والامر، خیلی مهمه. کسی که خلق کرده فرمانم میده. له الخلق والامر، برای اوست آفرینش، خلق کرده، فرمان روایی هم میکنه. دارای خیر و برکت فراوانیه. الله که پروردگار عالمیان هست. در سوره فرقان الله در آیات ابتدایی میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. دارای خیر فراوانیه او ذاتی که بر بنده خود فرقان را نازل کرده تا ترساننده جهانیان باشه، در آیات زیادی. پس وقتی که یک بنده میگه بسم الله، دیگه نیازی نیست که از کسی بترسه. به نام الله،
آغاز میکنم. خیر و برکت میآیه در هر کاری که ابتدایش باشه بسم الله. بسم الله. میخوای صحبت کنی بگو بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم بگو، باز صحبت شروع کن. حتی به قضایای مسائل خواب بیداری بین زن و شوهر در ابتدای کار بگو بسم الله. یک شیء از جای بر میداری جای دیگری میگذاری بگو بسم الله. دروازه خانه رو باز میکنی بگو بسم الله. دروازه خانه رو بسته میکنی بگو بسم الله. با موتر مینشینی بگو بسم الله. بسم الله. ارتباط رو با الله برقرار بکن. شاه عبدالعزیز دهلوی رحمه الله در تفسیر عزیزی خود می نویسه کلمه با برای الصاق و خلاصه جمیع قرآن، تمام قرآن الصاق. قبلا هم اشاره کردیم الصاق پیوستن. خب تمام قرآن که الصاق پیوستن چی؟ بنده با الله و اعراض از ما سوای اویه. همان گونه که باز در سوره فاتحه میخوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. او را چکار میکنه؟ به الله نزدیک میسازه، چون عبادت و استعانت بندر و پروردگارش ارتباط میده. به اینه که همین خود بسم الله خلاصه تمام قرآنه. قرآن آمده تا بندر وصل کنه با الله. پس خلاصه تمام قرآن شیخ عبدالعزیز دهلوی رحمه الله در تفسیر خود بیان میکنه که الصاق بنده با الله و اعراض از ما سوای اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر بیاییم لطائفی که مربوط به بسم الله میشه اشاره کنیم. انبیاء علیهم الصلاة والسلام از این مفتاح، از این کلیدی که گشایش مشکلات هست چقدر استفاده می کردن. سیدنا نوح علیه الصلاة والسلام وقتی در کشتی سوار میشه چی میگه؟ میگه بسم الله مجریها و مرساها. در سوره هود آیه 41 رفتن کشتی و استاده شدن کشتی به نام کینه؟ به نام الله است. کشتی رو حرکت میده میگه بسم الله. که امروز ما و شما وقتی پشت اشترینگ موتر می نشینیم بگیم بسم الله، با موتر بالا میشیم بگیم بسم الله. بسم الله مجریها و مرساها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. به نام الله. وقتی که کشتی حرکت میکنه سیدنا نوح علیه السلام میگه بسم الله. به برکت این کلمه مبارک چه کار پیدا میکنه؟ نجات پیدا میکنه. پس کسی که در طول عمر خود در گفتار این کلمه مداومت کنه چگونه از نجات محروم میمانه؟ وقتی که در جای بند میمانی بگو بسم الله، به نام الله. در این گفتار تو خالصانه و مخلصانه اخلاص باشه. اخلاص. در بعضی از روایات میاره که کسی که بگه بسم الله، یا مثلا میاره من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی که بگه لا اله الا الله داخل جنت میشه. یکی از عرفا خیلی نکته ظریف بیان میکنه، میگه هر جایی که گفته شده کسی که این وظیفه رو بخونه این چنین نجات پیدا میکنه، کسی که این دعا رو بخونه این چنین نجات پیدا میکنه، کسی که این ذکر داشته باشه این چنین خیر میبینه، کسی که بالآخره در بطن ماهی افتاد و قهر دریا بود و همه گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نکته اینجاست گفته شده کسی که، نگفته ناکس، گفته کسی که. اول ما باید خود کس جور بکنیم، بعد ثمره و نتیجه این اذکار رو میبینیم. وقتی ما کسی شدیم، سیدنا نوح کسی بود، شخصیتی بود،
دل و زبانش یکی بود، قلبش، زبانش، سر تا پا وجودش همه توحید بود. وقتی گفت بسم الله مجریها و مرساها، نتیجه همین شد که الله سبحانه و تعالی او را از او طوفان نجات داد. سلیمان علیه السلام وقتی که نامه را تحریر میکنه چی منویسه؟ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. در سوره نمل آیه 30 که انشاءالله در تفسیر این آیه همونجا تمام موضوعات بیان میشه. فقط نکته اینجاست، آن نامه‌ای که از جانب سلیمان نوشته شده بود به طرف مملکت سبع چی نوشته کرد؟ چی گفت؟ انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. عنوانش چنین بود، به نام الله بخشاینده و مهربان. سلیمان علیه السلام کمک میگیره به نام الله، استعانت میجویه به نام الله. پس ما باید متوجه این باشیم که هر عملی که انجام میدیم، هر کاری که انجام میدیم و هر صحبت و سخنرانی که داریم، هر گپی که داریم، آغاز سخن ما، آغاز کار ما، آغاز برنامه ما باید به نام الله باشه. سبب اختیار این سه اسم الله و الرحمن و الرحیم در تسمیه، در بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی تسمیه میگیم یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، این سه اسم انتخاب شده، الله، رحمان، رحیم. اینه که متوجه میسازه که در قرآن مخاطبینی که در قرآن هست سه صنفه: ظالم لنفسه، مقتصد و سابقون، یعنی پیشگیرندگانی که به کارهای خیر، کسی که توجه میکنه به کارهای خیر. حالا الله عطا کننده هست، رحمان عفو کننده لغزشات اولیاء، بندگان خوب لغزشی که میکنن الله رحمانه. رحیم گذشت کننده کسانی که با خود ظلم کردن. و این اشاره به کمال رحمت الله سبحانه تعالی داره. گویا که به بنده خود چنین میگه: من در تو به گناهان مطلع هستم. گوش کن برادر مسلمان، خواهر مسلمان، الله سبحانه تعالی میگه از تو گناهان را میدانم و مطلع هستم که اگر پدر و مادرت بر او آگاه شوند تو را از خود دور میکنن. اگر همسرت خبر بشه از تو دور میشه. گناه شوهر داره که اگر زن خبر بشه از او دور میشه. گناه زن داره که شوهر خبر بشه شوهر از او دور میشه. برادر، خواهر، خانواده، همسایه، همه اینها الله سبحانه و تعالی میگه با وجود این که همه گناهان تو رو میدانم و مطلع هستم، به لطف و کرم خود تو را ستر میکنم، میپوشانم تا بدانی که من الله کریم و رحیم هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. این گپ برای ما یاد میده. آغاز میکنیم به نام او خدایی که رحمان رحیم، از پدر و مادر مهربان تره. زنی که میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این جملات او متوجه میسازه که اللهی که متوجه باش شوهر خیلی به تو مهربانه، الله مهربان تره. شوهر متوجه میسازه همسر تو خیلی به تو مهربانه، این را بدان که الله به تو مهربان تره. دو برادر هستن، باید این را بدانن که این برادر من مهربانه، الله مهربان تره. اصلا ما هر مهربانی که میبینیم از جانب اللهیه، هر محبتی که میبینیم از جانب اللهیه. و نکته دیگر باید این را بدانیم که اسم الله موجب ولایت و دوست داشتنه. الله ولی الذین، الله دوست آنانیه که ایمان آوردن. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. الله آنقدر مؤمنین را دوست داره وقتی ایمان آوردن بیرون میکنه مؤمنین را از تاریکی ها
سوق میده به طرف روشنایی، یعنی اسلام. الله، وقتی میگیم بسم الله، این نکته مد نظر بیایه که الله ولی الذین آمنو، الله دوست مؤمنین هست. بسم الله الرحمن، وقتی رحمان گفتیم، رحمان موجب مودت، دوستیه. الله میفرماید در سوره مریم در آیه 96 میفرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح و شایسته انجام دادن، سیجعل لهم الرحمن ودا، به زودی رحمان، الله مهربان، برای آنها دوستی را به میان می آوره. سیجعل لهم الرحمن ودا. وقتی ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم موجب رحمته. الله میفرمایه و کان بالمؤمنین رحیما، الله با مؤمنان مهربانه، با مؤمنان مهربان هست. ما وقتی میگیم بسم الله، الله که در بسم الله آمده این آیه را به ما نشان میده، الله ولی الذین آمنو. وقتی میگیم رحمان، این آیه را به ما متوجه میسازه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. وقتی میگیم رحیم، و کان بالمؤمنین رحیما. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر زیباست، زبان انسان، کام انسان را منور می سازه. بسم الله الرحمن الرحیم. علما بیان کردن، از یک عارف پرسیدن چی حکمته که شخص جنوب و حائض، مردی جنوب شده، زنی جنوب شده، زن در حالت حیض و نفاس قرار داره، پرسیدن چی حکمته که جنوب و حائض از قرائت قرآن منع شده؟ جنوب قرآن خوانده نمیتونه، حائض قرآن خوانده نمیتونه، از قرائت قرآن منع شده، چی حکمته؟ اما از تسمیه منع نشده، از بسم الله الرحمن الرحیم منع نشده. مرد جنوب هم میتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم، زن حائض و که در حیض و نفاس و اینها باشه او هم میتونه بگه بسم الله الرحمن الرحیم. در خونه رو باز میکنه میگه بسم الله، داخل خانه میشه بسم الله، دک پخته میکنه بسم الله، کاری که داره به نام الله شروع میکنه. این عارف در جواب چنین میگه، میدانیم چی میگه؟ میگه به خاطر این که در تسمیه ذکر نام حبیب هست و حبیب را از گرفتن نام حبیب منع کرده نمیشه. الله اکبر. چی ذات مهربانی داریم، ذاتی که من و شما را بنده خود قرار داده. ارتباط گرفتن با ذاتی که در دنیا با ماست، در قبر، در برزخ، در حشر. الله در جنت دیدارش را نصیب کنه. این عارف میگه به خاطری که در بسم الله ذکر نام حبیبه و حبیب را از گرفتن نام حبیب منع کرده نمیشه. در تسمیه ذکر نام دوسته، دوست را از گرفتن نام دوست کی منع میکنه؟ منع کرده نمیشه. نکته دیگری که اشاره کنیم اینه که در قرآن در آغاز همه سور، از سوره فاتحه گرفته تا سوره ناس، در ابتدای تمام سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم هست. این که سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نداره، یکی از نظریات علما اینه که سوره توبه مشتمل بر دستور قتاله، جنگه، اما در تسمیه که بسم الله هست، بسم الله هست به خاطر که بحث رحمت رو داره، بحث رحمانیت رو داره، رحیم بودن رو داره. وقتی در ابتدای سوره توبه
تسمیه نوشته نشده و همچنین سنته که در وقت ذبح ما نمیگیم بسم الله الرحمن الرحیم، میگیم بسم الله والله اکبر. چنین گفته شده. در وقت جنگ میگیم بسم الله الله اکبر. ذکر الرحمن الرحیم در بسم الله الرحمن الرحیم که آمده این نکته میخواه بفهمانه. و هر روز الله سبحانه و تعالی 17 بار این کلمه در زبان ما در نمازهای فرض جاری میکنه. دلیل بر اینه که تو را برای قتل و کشتار و عذاب نیافریده الله، بلکه برای رحمت و فضل و احسان آفریده. چی لطائف زیبای علما بیان کردن. روز 17 بار، بیش از 17 بار تو در نماز میگی بسم الله الرحمن الرحیم. الله سبحانه و تعالی میخواه به تو بفهمانه که ای انسان، آفرینش تو و خلق تو بر قتل و کشتار و عذاب نیست، به این واسطه آفریده نشدی، بلکه برای رحمت و فضل و کرم و احسان آفریده شده ای. لطائف بسم الله الرحمن الرحیم زیاد هست، کوشش میکنم که انشالله سریح تر بگذاریم. نکته دیگه اینه که نکته مشترک بین تعوذ و تسمیه، بین استعاذه و تسمیه، یعنی بین اعوذ بالله و بسم الله، اینه که شیطان دشمن انسان هست. چنانچه که برنامه گذشته گفتیم ان الشیطان لکم عدو مبین. الله میگه بدون شک یقینا شیطان دشمن شماست. پس شما او را چکار کنیم؟ دشمن بگیریم. پس شما او را دشمن بگیریم. این نکته ایه که بین تعوذ و تسمیه. در اعوذ بالله گفته شده که پناه بجوییم به الله از شر شیطان. در تسمیه رحمان مولا و خالق و مصلح مهمات انسانه. پس یقین که انسان از قرب دشمن فرار میکنه. با کجا فرار میکنه؟ با بارگاه دوست، و هم دوستی که غالب هست. پناه برده به ذات اقدس الهی. به این اساس از جمله لطائف بسم الله الرحمن الرحیم اینه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مقام فراره. از دشمن فرار بکن. بسم الله الرحمن الرحیم مقام استقرار در بارگاه ملک جبار هست. از شیطان فرار کردی کجا میری؟ میری به طرف ذات اقدس الهی. بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنم به نام او خدایی که بخشاینده و مهربان هست. نکته دیگر میان اعوذ بالله و بسم الله اینه که الله سبحانه و تعالی در سوره واقعه هم اشاره میکنه لا یمسه الا المطهرون. قرآن را جز پاکان دیگه کسی لمس نمیکنه. هنگامی که انسان به غیر الله تعلقی پیدا کنه، زبان از او آغشته شه به الفاظی که در اون الفاظ رضایت الله نباشه، زبان از او آغشته شه به الفاظی که رضایت الله نیست. وقتی زبان آغشته شد، خب آنچه که زبان میگه این را بدانه که یک نوع آلودگی به وجود میآیه که و این آلودگی اثر در قلب میگذاره. باید حال این آلودگی رو دور کنه یا خیر؟ بله. هر دروغی که انسان میگه این دروغ اثر میگذاره در قلب. هر غیبتی که انسان میکنه با زبان اینها اثر میگذاره در قلب. این شکلی که شما ذکر میکنیم، سبحان الله میگیم، الحمدلله میگیم، اثر مثبت داره روی قلب. وقتی در زبان گناه آماد، معصیت آماد، اثر میگذاره روی قلب. حالا این آلودگی معنوی چگونه انسان از خود دور بکنه؟ چگونه طهارت بیایه؟ اعوذ بالله هست. وقتی شخص میگه اعوذ بالله طهارت حاصل میشه. پناه میجویم به تو ای الله مهربان، پناه میجویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فوراً انسان رجوع میکنه به سوی ذات
اقدس الهی. زبان وقتی که آماده شد به ذکر الله سبحانه و تعالی، آلودگی رفت. باید اول آلودگی دور کنیم از زبان خود، از قلب خود. تا آلودگی دور نشه ما حرکت کرده نمیتونیم. دست و پا که بسته بود کجا میتونیم حرکت کنیم؟ دست و پا باید اول باز کنیم باز حرکت کنیم. گفتیم اعوذ بالله مقام فراره. حالا حرکت بکن تا به جایی برسی. دست و پا را باز کن، حرکت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دست و پا را باز میکنه، مسیر را آماده میکنه، آلودگی ها دور میسازه، مسیر را مشخص میکنه. مسیر که مشخص شد هدف کجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اینه که بسم الله الرحمن الرحیم که گفته شد اثر میگذاره. نکته اخیر اینه که میان اعوذ بالله و بسم الله اینه که الله میخواه برای ما بفهمانه آن شیطان رجیمه. شیطان را شناختی که رجیم هست؟ میگه بدان، متوجه باش. دشمن را خیلی قوی فکر میکنی ولی فراموش نکنی که من رحمان و رحیم هستم. میدانی کجا حرکت کردی؟ به سوی الله، ذاتی که رحمانه. پس خود را از رجیم دور کن، از ملعون دور کن. از رجیم که دور شدی، از ملعون که دور شدی، از آلودگی ها که دور شدی، حالا دیگه حرکت بکن به سوی رحمان و رحیم تا بپیوندی. تا از ملعون دور نشوی، دست و پایت را شیطان بسته کرده، اینها را باز بکن، زنجیرها را کنار بزن، حرکت بکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله برای ما این را نشان میده که شیطان را شناختی؟ رجیمه. متوجه باش که من رحمان و رحیم می باشم. فواید زیادی داره بسم الله الرحمن الرحیم که باید سریع بگذاریم که وقت رو به اتمام هست. اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم درباره این که آیا بسم الله در آغاز سوره ها این آیه مستقل هست نیست، در اینجا بین صحابه و بین ائمه بزرگوار بحث اختلافی هست. این را باید ما بفهمیم و بدانیم. صحابه کرام قرآن کریم را بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نمودن. علما هم بر این اتفاق دارن که بسم الله بخشی از آیه سوره نمل، ولی در مورد این که آیا بسم الله آیه مستقلی هست که در آغاز هر سوره نوشته میشه، یا این که آیه از اول هر سوره هست، یا بخشی از آیه اول هر سوره هست، یا این که آیه اول سوره فاتحه است، فقط همین که میگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، آیا این جز سوره فاتحه هست، و یا این که آیه از اول هیچ سوره نیست بلکه آیه مستقلی بوده. اینها نکاتی هست که باید ما بدانیم. یا به غرض جدایی میان سوره ها نوشته شده. در این باره اقوال زیادی هست که گفتیم اقوال مختلف بین صحابه و ائمه بزرگوار هست. ابو داود به سند صحیح از ابن عباس روایت میکنه کان النبی صلی الله علیه و سلم لا يعرف فصل السوره حتى تنزل علیه بسم الله الرحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فاصله میان سوره ها را نمیدانستند تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم نازل شد. و همچنین اگر روایات دیگر بررسی کوتاهی داشته باشیم، اینه که ابن خزیمه در صحیح خود از ام سلمه رضی الله عنها روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بسم الله را در اول سوره فاتحه خواند و آن را یک آیت شمرد. همین قول در یک روایت از امام شافعی نیز نقل شده که صحیح ابن خزیمه در کتاب صلات خود این را بیان کرده. از ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر، ابو هریره و سیدنا علی رضوان الله علیهم اجمعین روایت شده که بسم الله جز سوره براءه یک آیه از همه سوره هاست. هر سوره‌ای که نازل می شده در ابتدای خود بسم الله داشته. همین قول از عطا ابن ابی رباح، طاووس ابن کیسان، سعید ابن جبیر، مکحول و عبدالله ابن مبارک، امام شافعی،
اسحاق ابن راهویه، ابو عبید القاسم ابن السلام و از امام احمد هم در یک قول روایت شده. از امام ابو حنیفه رحمه الله و امام مالک رحمه الله نقل شده که بسم الله نه آیت از سوره فاتحه است و نه از دیگر سوره ها. از دیگه بزرگان دین که از ائمه بزرگوار نقل شده، بعضی ایشان بسم الله را یک آیه مستقل میدانند که در آغاز هر سوره نوشته میشه و از هیچ سوره نیست، آیه مستقل هست که بیان کردن. همین قول در یک روایت از احمد ابن حنبل و همچنین از ابوالحسن کرخی که از ائمه بزرگوار احناف هست نقل شده. حکم فقهی بسم الله در نماز. حکم فقهی اینه که بین بزرگان، این هم یک بحثیه که ما باید متوجه باشیم، اما حکم فقهی آن در نماز اینه که بر اساس اقوالی که ما قبلا اشاره کردیم، کسانی که آن را آیه از سوره فاتحه نمیدانند آن را جهرن نمیخوانند. کسانی که بسم الله الرحمن الرحیم را از جز سوره فاتحه نمیدانند جهرن نمیخوانند، اما کسانی که آن را آیتی از اول هر سوره میدانند اقوالشان چنینه. امام شافعی به این نظر هست که بسم الله هم در اول سوره فاتحه و هم در اول سایر سوره ها باید جهرن خوانده بشه و همین قول مذهب جمعی از صحابه و تابعین و مذهب جمعی از ائمه بزرگوار بیان کردن، چنانچه خواندن بسم الله جهرن از ابو هریره، ابن عمر، ابن عباس، معاویه، عمر و علی رضوان الله علیهم اجمعین و از تابعین مثل سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، اکرمه، زهری، علی ابن حسن، ابن سیرین و جمع زیادی از علما نقل شده. دلیلشان هم احادیثی هست که روایت شده در سنن صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم، از ابو هریره روایت شده و همچنین در مستدرک حاکم از ابن عباس روایت شده و در صحیح البخاری از انس روایت شده. روایت های زیادی هست از ام سلمه رضی الله عنها. اگرچه این روایتی که در سنن نسائی، صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان و مستدرک حاکم که از ابو هریره روایت شده که او نماز میخواند، پس در قرائت خود بسم الله الرحمن الرحیم و با آواز بلند خواند. پس از اینکه از نماز فارغ شد گفت که نماز من از همه شما بیشتر به نماز رسول صلی الله علیه و سلم شباهت داره، که این روایت امام دارقطنی، خطیب بغدادی و امام بیهقی صحیح گفتن، اما شیخ البانی رحمه الله سند این حدیث ضعیف قرار داده. پیرامون بسم الله الرحمن الرحیم جمع دیگری از علما بر آنند که بسم الله الرحمن الرحیم در نماز جهرن خوانده نمیشه. قول خلفای سگانه یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و همچنین جمع دیگری از علما و بزرگان سلف آمده، مانند امام ابو حنیفه رحمه الله، امام ثوری و احمد ابن حنبل رحمهم الله. اینها به این نظرن که بسم الله الرحمن الرحیم جهرن خوانده نمیشه و آهسته خوانده میشه. نزد امام مالک بسم الله الرحمن الرحیم در نماز نه جهرن خوانده میشه و نه هم آهسته. دلیلشان به حدیثیه که در این باب روایت شده. حدیث هم در صحیح مسلمه که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه که او گفت کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءه که الحمدلله رب العالمین باشه. به هر حال این به طور خلاصه و فشرده تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم بود که مسائل فقهی و مسائل اختلافی و مسائلی که مرتبط میشد بسم الله الرحمن الرحیم اشاره نمودیم و همچنین به طور خلاصه لطائف آن را بیان کردیم. الله سبحانه و تعالی بر همه ما توفیق بده تا این که در تمام امورات زندگی خود، در هر کار خیری که میخوایم آغاز بکنیم، ابتدایش بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم، در زبانی که بسم الله باشه او زبان و او کام همیشه معطره. در کار و معامله و تجارتی که بسم الله باشه او خیر و برکت هست. در خانه‌ای که ذکر الله باشه، یاد الله باشه، او خانه و او زندگی همیشه منور هست و نورانی است. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم. موفق و مؤید و پیروز و کامگار باشید. السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.